سلام دوستان عزیز، خودرو جک SF5 و نحوه تایم گیریشو میخوام به این روز بهتون نشون بدم. دوستان عزیز نگاه کنید، اینجا یه دونه خط داره و اینجا هم یه دونه برآمدگیه که باید روبروی هم قرار بگیره و اینجا هم یه فلشه که باید با این خطی که اینجا برآمدگی داره باید روبرو قرار بگیره که میشه تایم بالانسر این ماشین. نحوه میلنگ، علامت چاک رو به خار، تایم میلنگتون میشه بالانسر فلش با این برآمدگی که مشاهده میکنید. و تایم بالا میل سوپاپ، ببینید اینجا یک فلش هست که روی در سوپاپ قرار میگیره و اینجا هم یک فلش هست و اینجا هم یه خطه. میبینید این خط بعد روبروی این فلش قرار بگیره، این خط روبروی این فلش قرار بگیره. این میشه تایم میل سوپاپ و شما میتونید تایمتون بندازید و استارت بزنید. نکته قابل توجه دوستان عزیز، این جک صفرگونش هست. حتما این جک رو شما باید خیلی با دقت و ظرافت بدید عقب که سیلندرش خراب نشه و یه دونه قفلش رو جا میزنید و صفرگون رو جا میزنید و میبندید. با تشکر.